سلام عرض کردیم دوستان. اینقدر بنده موشکاف از دلپیچه علی گدا گفتم تا خودش مقر اومد و به زهری که دل و رودش رو پیچونده اعتراف کرد. اونم نر پیچ خطرناک. نگاه با اوضاع سیاسی جهان و منطقه نشون میده که ما در مقطع حساسی هستیم. به معنای واقعی کلمه امروز یه پیچ تاریخی است. اگر قوی نباشید زور خواهید شنفت. باید قوی بشید. به پای او با هرکول اشتباه نگیرنت نفله. چجوری میخوای قوی شی؟ با زهرخوری؟ تب داری علی گدا. تبت رفته بالا، به هزیونگویی افتادی. طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی بشه. آها، موشکاف دنبال همین اعترافاست. از تحریم محریما چه خبر؟ بالاخره دلواپسا ریش تحریمو به کروات مذاکره گره بزنن یا نزنن؟ برنامه‌های اقتصادی بر اساس و با فرض ماندن تحریم‌ها بایستی برنامه ریزی بشود و تعقیب بشود به تحقق پیدا بکنه. فرض کنیم که این تحریم‌ها ذره ای سر سوزنی کم نخواهد شد، که حالا خود اونام همینه میگن. اونام میگن که تحریم‌ها دست نخواهد خورد. حتی از حالا شروع کردن که حتی اگر در زمینه هسته‌ای هم به توافق برسیم، این معناش این نیست که تحریم‌ها همه برداشته خواهد شد. هنوز چیزای دیگه‌ای هم هست. خاک بر سر گردن شکسته و تلس شکستت بکنن. این همه نرمش ذلیلانه کردی که راه نفست باشه، حالا قید برداشتن تحریما رو هم زدی؟ پس اینطوری که پیداست داری خودتو واسه خوردن باقی جام زهرا آماده میکنی ها؟ راستی نظرت راجع به ساقی مهپیکر جام زهر یعنی شیخ فری و دولتش چیه؟ این رو همه بدانن بنده دولت را حمایت میکنم. من به دولت از همه توانی که در اختیار من هست استفاده خواهم کرد برای کمک به دولت. دولت رو تأیید میکنم، حمایت میکنم. نسبت به مسئولان بلندپایه دولت، اونایی که میشناسم، اعتماد دارم. پات ضایع کردی که مقام عظما. پس اصولگره های آشولاش چی میشن؟ زیر دلواپساشونو اینقدر خالی نکن. مگه نمیبینی شربت مداری و باقی جون برای باندت چجوری شیخ فری و اکبر کوسه رو دراز میکنن؟ لااقل یه حمایتی، یه چیزی. نسبت به دولت کنونی هم نقد باید منصفانه، محترمانه، دلسوزانه باشد. به معنای مچگیری، به معنای اذیت کردن نباشه. دلواپسا منتظر دستور تو تلس شکسته بودن که دیگه اذیت نکنن ها؟ بابا کسی واسه تو ترم خورد نمیکنه پیری. ببین علی گدا، خیلی به میخ زدی. حالا یه ضربه هم بزن به نل، اشکال نداره. اونجوری که کوسه رو نشوندی بغلت همه میفهمن ارنج زهرخوریه. لااقل یه نیشگونی از شیخ فری بگیر که دلواپسا خوش باشه. شعار دولت اعتدال است. اعتدال شعار بسیار خوبی است، ما هم تأیید میکنیم اعتدال را. افراط محکوم است، بد است. سفارشی که من میکنم این است که مراقب باشید جریانهای مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنن. بعضیا این کارا رو دارن میکنن، من میبینم تو صحنه سیاسی کشور. بله، اینم یه توصیه ولایی به ورق پاره های حکومتی برای کوک زدن درز و دورزای عبای عظما. ملاحظه کنید. یه توصیه به برادران و مسئولان جریانهای سیاسی و مطبوعاتی داریم. مراقب باشید
فضای جنجالی در کشور به نفع کشور نیست. رو اعصاب مردم اینقدر راه نرن بعضی ها که آدم مشاهده میکنه. منظورش اینه که بابا وقتی شما جونورا همدیگر رو تیکه پاره میکنید، النهایه سیبل اصلی دک و دنده این علیگداست. اینقدر رو اعصاب این ننه مرده شلنگ تخته نرید. مثل مناظره ها میزنید بادکنکشو میتره کنید، بعد فتنه میزنه فکشو میاره ها. حالا رفقا این علیگدا بود. حالا یک کلمه هم از یک کلمه هم از شیخ فری تو همین جلسه بشنوید. آقای روحانی گفت لازمه رونق ارتباط و تعامل خوب و سازنده با جهان به خصوص همسایگان است. جمهوری اسلامی با منطق و استدلال در مذاکرات هسته‌ای حاضر شده و ذره‌ای از حقوق ملت عقب نشینی نخواهد کرد و در کنار حق مسلم ملت در عرصه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به دنبال استیفای حق دسترسی ملت به بازار سرمایه و فناوری نیز است. تناقضت مبارک. آخه گیج قلی خان، میخوای ببندی لاغر معقول ببند. بابا پیش شرط دسترسی به بازار سرمایه عقب نشینی کامل از هسته‌ایه. بعد تو چجوری این دوتا رو میچسبونی به هم؟ حقا که همه شما مشنگا رو باید به یه گاری بست. دلپیچه عظما واگیر داره، همشون پیچ خوردن، تازه هم اولشه. این پیچک میره تا به هم پیچیدن تومار ولایت. موشکار